هم دوستان عزیز آمدیم با یه ویدیو دیگه. خب دوستان امروز آمدیم که بریم یکی اسکل کنیم و بریم باشه یه کاستوم، اگه خواست شرطی، اگر نخواست که دیگه هیچی خودش میدونه. خب دوستان لایک و سابسکرایب حتما یادتون نره. آیدی اینستاگرام همین بغل میاد. بریم. خب دوستان کاستوم شروع شد و بریم ببینیم فشاریه یا نه. خب دوستان من صدامو سری نمیکنم ولی بازی رو سری میکنم. اگه ببینین مثل قبل نیست که من صدام سری باشه بازی هم سری باشه. خب دوستان اینجوری واسه شما هم بهتره. بریم هدی بزنم پس گلش بزنم نخوره پدر. چی بگم بهت؟ اکسمش چرا برداشتم. بریم ببینیم فشاریه یا نه. خب دوستان من صدامو سری نمیکنم ولی بازی رو سری میکنم. اگه ببینین مثل قبل نیست که من صدام سری باشه بازی هم سری باشه. خب دوستان اینجوری واسه شما هم بهتره. بریم هدی بزنم پس گلش بزنم نخوره. من ویدیو رو کوتاه‌تر میکنم و برش میزنم. خب دوستان همونطوری که گفتم الان من چی کردم، برش زدم تیکای اضافی و همونطور که میبینیم 3-2 هنوز. من گفتم بهتون تا من 20 بار اونو بزنم تمامه، چون 30 بار خیلی طولانی میشد. من تا 20 بار دیگه بک میدم. بریم. دوستان بازم ویدیو رو کات کردم. بریم دوباره بزنم پس کله یارو میام هیدش میزنم. خب دوستان ببخشید که من با آفیاماش نتونستم بیام. آفیاماش خوش کار داشت. چرا زیر میزنم؟ کار نداشت اصلا بهش نگفتم. خب دوستان تکروی دیگه زش نبودیم وسط چنل هم دوتامونه دیگه. بزنم اینو نمیتونم. دوباره بزنم نمیتونم بزنم نمیتونم. اینو من بگیرم پا ری بکنم بزنم که نمیتونم. یکی نیست به من بگین چرا خوابی دستم خورد دوستان. یخ فکر کنم این راندو خوردم. فکر کنم که خوردم. شایدم زدم خوردم یا زدم و خوردم. واو چقدر خوب. خب دوستان دوباره ویدیو رو کات کردم. بزنیمش اینو نمیتونم. دوستان من دارم با یه میکروفون دیگه صدامو ضبط میکنم چون سرعت ویدیو با صدام زیاد سرعتی نشه. خب بزنمش و دوباره کات کردم. خب بریم دوباره اینو بگیرم بزنمش. اینو من سری میگم کچلش میکنم یارو رو. تمام. چند بار دیگه بزنمش تمام. خب چه شکلی بزنم مثلا. خب میریم جلو بگیریم یه هدی بزنیم که خودش نخورده باشه یا یه هدی بخوریم که خودمون نخورده باشه. چه شکلی بگیرم بزنمش بزنم. خب قشنگ هیدم پرید دیگه. الان من نمیدونم چرا اینقدر سایلنسر میخوام. این چرا همش
خواستم هید تو بگیرم. جدی میفرمایی؟ یه دور یخمون نه، یه دور یخ ریز بیام بیرون دیگه. با این هدی که من دارم فعلا تو کجایی؟ چرا میری اون ور؟ بذار من وودپکر اگه میتونستم بردارم. حالا اون موقع بی اجازه برداشتم دیگه، بی اجازه رفتم برداشتم. چرا نمیذاری با تفنگ وانشت بزنم؟ MP5 3 خطمون بشه. الان شد دیگه. خب قرار نکنم شرط بندی میکنم با MP5 3 خط این سری فول قف میکنم رو هدش. دوستان حالا نکن خوشت اومده؟ نکن عفه شو بابا، خوشت اومده؟ قف کرد. واقعا شرط بندی خوب. خب شرط تو بذار پایه. تو گفتی شرط نمیخوام. ها اون کیه؟ لایک نکردی؟ لایک کن اگه میخوای لایک کن. اجبار نکردم. چه به اجبار؟ اصلا اجبار. لایک کن سابسکرایب هم بزن. تو بزن بزنم. تو ساکت شو یه لحظه. دلت خفه شو برو. یه پس کله تو رو بزنم. دارم حرف میزنم. نمیتونم بزنم. پاره شدم. صورتی خنده آمده پایین به خاطر این لگ لامصب. اینو بگیرم هیدش میزنم. خب دوباره میگیرم. نمیتونم بگیرم. جونمو نگاه چه نمیزنه. سوشه تو. خب اگه با یه تیر دیگه نموردی واقعا تو امیر رو رد کردی. خب نگو تو امیر رو رد کردی. نه دیگه نمیره. پشت یخ میری واسه من ای حرومی. بگیرم بزنم. خب دوستان اگه واسه تون سوالم آمده که من اینو از کجا آوردم، این یار دوست داشتنی که آمده با من کاستوم میندازه رو، من اینو از تو روبیکا آوردمش. تو روبیکا بهم پیام داد گفت تو خیلی نوب سگی، من یکی از ویدیوهای تو رو دیدم، بعد بیا کاستوم. الان آمدیم کاستوم. بعد کاستوم سر کانته. حالا اگه شد من واسه فیلمش رو میگیرم میفرستم که اکانتو داد یا نداد. چی میگی داش؟ چی میگی اینجا اشکل مشکل داری؟ پشکل داری؟ چی داری تو اصلا هدف از خلقت تو چی بوده؟ اشکل داری، مشکل داری تو اصلا با کی مشکل داری؟ برو گم شو سیکتی. یعنی سیک تو بزن. خب با من همرده میکنی ها دوستان. همین الان بهتون میگم عمرن این 20 کنه. اگه 20 کنه من یه اکانت رو میدم خیریه، یا اصلا میذارمش تو چنل اینستام، همونجا هر کی سریعتر تونست بره برداره بعد بیاد پی من بهش کدو میدم. 18 و دوستان تمام. حالا بک بدیم بریم دیگه.